بیاین یه لحظه فکر کنیم چرا هنوز باید تو سال 2025 بشینیم و یه فیلم ببینیم که فرمولش دقیقا همونی که 20 سال پیش تو نسخه دومش. مأموریت غیر ممکن، قسمت فلانو، چون راستش دیگه نمیدونم شماره‌هاش از دستم در رفته. یه فیلم آشغال کلاسیکه، البته از نوع هالیوودی لاک پشتی با بودجه میلیاردی. از کجا شروع کنیم؟ از همون صحنه تکراری پریدن تام کروز از هواپیما یا نقشه کشی‌های آبکی تیم مأموریت که ظاهرا هنوز نفهمیدن هوش مصنوعی چیه. باور کن حتی چت جی پی تی هم اونا رو شکست میده. فیلم به طرز خنده‌داری سعی میکنه جدی باشه ولی نتیجه یه چیز دیگه است، مثل بازی PS2. توی این فیلم دشمن‌ها هنوز هم روسیان یا شرقی. واقعا تو سال 2025 قهرمان هنوز یه مرد سفیدپوست با چهره خسته ولی همیشه برنده است. در پایان طبیعتاً یه انفجار، یه نجات معجزه‌آسا و لبخند محبوبی. این فیلم نه تنها هیچ چیز جدیدی به سینما اضافه نمی‌کنه، بلکه با جسارت خاصی تمام کلیشه‌های هالیوود رو دور هم جمع کرده و بهت میگه بیا دوباره همینو ببین، شما بلد نیستین چیز دیگه‌ای بسازید. مأموریت غیر ممکن؟ نه عزیزم، فقط یه مأموریت تکراریه.